روی پوش ویفر همین تاریخی که تولید از چه وقت بوده که 3 نفر از خواهرها کار میکنه. یعنی خواهرها هم اینجا کار میکنن؟ کار میکنه. چطور شما با آمدن و رفتن و کار کردن در اینجا به مشکل خبر نمیخورد؟ تا حالا کیکی داغی قبل از بسته‌بندی خورده اید؟ می‌دارید در هرات روزانه چقدر کیک تولید می شود؟ در این گزارش ویژه 0 تا 100 تولید کیک، ویفر و بیسکویت را بیننده باشید. همراهان عزیز، سلام و وقت شما بخیر. هرات شهر تمدن، فرهنگ و علم و در کنار او شهر تجارت. امروز با همکارم تصمیم گرفتم که یکی از شرکت هایی که مواد غذایی به صورت بسیار عالی تولید میکنه را انتخاب کنیم و به تصویر بکشیم از 0 تا 100 که مدیر صاحب آقای روح الله محمدی ما را همراهی میکنه. با ما باشین. سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما و بیننده های عزیز شما. خیلی خوش آمدین به شرکت صنایع غذایی خطیبی. قربان شما بخیر باشین. همکاری کنین، هزاران نفر ما رو میبینه و قراره که شرکت شما رو یک گزارش بسیار فوق العاده ایجاد کنه. ان شاء الله به امید یک گزارش دیدنی و فوق العاده. بخیر باشین. همراه ما باشین بیننده عزیز. مجهز و رفتن داخل کارخانه. در قسمت اول مدیر صاحب از کجا شروع میکنیم؟ در قسمت اول خود ما کدام مواد خام داریم که مواد اولیه از بیرون میآید، شامل آرد و روغن و دیگه طعم و اینا میشه که اونا تست میشه. بعد از اینکه قابل پذیرش بود میره گدام و از گدام میره خمیرخانه. حالا ما شما به خمیرخانه ما میریم به خمیرخانه. بخیر عزیز همراه باشین تا بریم خمیرخانه شرکت صنایع غذایی خطیبی را به تصویر بکشیم. شما را بلدی. برای از اینکه کیک و ویفر و بیسکویت جور میکنن، خمیری و در همینجا جور میشه. در کل پرسنل اینجا مصروفن و در حال تهیه خمیرن. درسته مدیر صاحب نه؟ بعد از اینکه گفتیم مواد خام میآید و که شامل آرد و شکر و روغن و بعضی موادهای دیگه، بعد اینا تست میشه. وقتی که تست شد و قابل پذیرش بود، یعنی با ما معیارایی که وجود داره قابل پذیرش بود، بعد از او انبار میشه. بعد از انبار نظر به ضرورت در یک خمیرخانه آورده میشه و قسمت هم که خمیرخانه که اینجا میکسر که برای بیسکویت خمیر درست میشه، آماده میشه. این میکسر درست؟ میکسر بیسکویت. این تنها خاص برای بیسکویت درست؟ خاص برای بیسکویت که ما امروز تولید بیسکویت نداریم. بعد او قسمت هم برای کیک که فعلا تولید کیک داریم. باشه ما رو به تصویر بکشیم. میکسر برای ویفر. ما فعلا میکسر کیکه. کیکه بله. میخوایم به تصویر بکشیم. فعلا روشن هم هست نه؟ خیلی خوب. همینه. همو خمیر و آرد و اینا که هست. خمیر و آرد و طعم و همه که هست در اینجا میکس میشه یا در داخل میکس میشه و لوله داره میره پایین با صورت اتومات. از اون لوله که از این دکمه ها استفاده میشه میره پایین تا قسمت آکس کیک و بعد از آکس که بعد اون مرحله دیگه اش میه. یعنی وقتی خمیر اینجا آماده میشه میره برای تولید. درسته؟ ما بعد از این خمیرخانه میریم سمت تولید. بله. برادر سلام. سلام علیکم. خیلی هستین؟ شکر. شما خمیر جور میکنید؟ بله خمیر جور میکنم. چه رقم خمیر کیک با خمیر نونوایی فرق میکنه؟ بله خیلی فرق داره. خیلی؟ بله. صبح تا چی وقت میگه؟ صبح 7:30 شروع میشه تا 5 میشه میگه. فکر کنم از کیک دیگه کاملا سیری. بله. نمیدی یک کیک
بیشتر نمیدیم بریم پین هرچی ماستم بخوریم. همراه باشید بیننده‌های عزیز. بفرمایید مدیر صاحب. معمولا از چی آردی استفاده میکنین مدیر صاحب؟ و برای بسکویت از آرد روسی استفاده میکنیم. برای کیک از آرد داخل خود افغانستان که همه داخل خود افغانستان آرد که تولید میشه استفاده میکنیم و برای ویفر هم از آرد قزاقی استفاده میکنیم. بله. همین آرد برای چی استفاده میشه؟ این آرد برای کیک آرد داخلی داخل خود افغانستان ساخت خود افغانستان ده. هر محصول ما همون آرد مخصوص خود داره. از هر چند کیلوی آردی چقدر کیک تولید میشه؟ خو از هر چند کیلو آردی او رقم برآوردش مشخص نیست. مثلا ما نظر در فرمولی که داریم 1% آرد استفاده میکنیم، 1% روغن استفاده میکنیم، 1% لیستین استفاده میکنیم، 1% اوسانس استفاده میکنیم و همه شخصی که پیشتر امروز صحبت کردیم سرپرست خمیرخانه این فرمول پیش از او است، نظر در مقدار ضرورت اینا رو با هم مخلوط میکنه روان میکنه پایین. بله. کیک، ویفر و بیسکویت هر کدام از یک فرمول داره. یک فرمول مشخص داره. بله. ما در این قسمت تخم مرغ دیدم که اینا را دارن میشورن. تخم مرغ که وقتی از بیرون میاریم به خاطر که آلوده است و شوشته نیست اینجا شوشته میشه. اینجا ما دو ظرف داریم. ظرف اولی که است در پالت کیک اینجا که میاریم حدود 4-5 کیلو نمک داخل آب این مخلوط میکنیم میگذاریم 5 دقیقه داخل آب و نمک. بعد از اینکه آب و نمک این تخم مرغ خوب چی شد ضد عفونی به اصطلاحش باز میره در یه آبی که پاک است، آبی که نمک نداره در اوجا آب کش میشه باز میره روی دستگاه تخم مرغ شکن و اینجا تخم مرغ میشکنه. خیلی خوب. اینجا باز ما یک دستگاه خاصی داریم برای از اینکه فقط تخم مرغ میشکنن. درسته؟ ما وطنی خود تخم مرغ هم تو خود دست میشکنن. بله. اینجا دیگه نمیشه نه؟ نه اینجا شاید تعداد زیاد تخم مرغ اینجا شکسته شوه نه که برای خمیری کیک و بیفر چون اگه با دست بشکنیم هم سرعت کار پایین میایه هم بهداشتی نیست. ولی اینجا که وقت ضد عفونی میشه با او آب سوتره یا پاکیزه آب کش میشه اینجا میایه کارم بهداشتی است هم راحت. فعلا خاموشه نه؟ این فعلا خاموشه. بله. این مکسری چه مدرسه؟ این مکسر برای ویفره. خمیر ویفر ما دمی درست میشه. بیننده عزیز مکسری ویفره اگر کدام وقت ندیده بوده باشین اکنون ما میخوایم به تصویر بکشیم. سر جواز میشه؟ نه فعلا در حال پروسس ها. اینجا خمیری ویفر پروسس است. در حال پروسس. و این هم وقتی که آماده برای تولید میشه آماده برای تولید میشه بعد از او لوله داره، لوله مخصوص میره پایین در فیر یا به اصطلاح ما شما کره در کره میره پخته میشه. همراهان عزیز قسمت خمیرخانه شرکت به تصویر کشیدیم. میریم به سمت جایی که سالونی که تمام یمی ویفر و بیسکویت و کیک تولید میشه. همراه ما باشید. همراهان عزیز بعد از سالونی که خمیر در اونجا تهیه میشد ما اومدیم به سالونی که خود یمی کیک و بیسکویت و ویفر در اینجا تولید میشه. درسته نه مدیر صاحب؟ و این روبروی ما که اکنون هسته این دستگاهی که مخصوصا ویفر تولید میکنه. درسته؟ وقت خمیر که بالا درست شد از همین لوله مخصوص آهنی می داخل همین فیر یا کره اینجا پخته میشه. بعد همینجا پخته میشه بعد میره همو خمیر خام به داخل از میایه همو پروسه خود تیر میکنه و پخته میشه. بله. این قسمت که شما مشاهده میکنید همو به شکل قالب اینا قالب مخصوص داره. قالب بندی میکنه. قالب بندی میشه و داخل از این مدت 1 دقیقه پخته میشه. بله. بعد این قالبا که پخته شد میایه در اینجا میره بخشی که کریم میخوره یا بخش کریم زن میره. در این قسمت فقط پخته میشه و قالب برابر میشه. قالبش هم برابر میشه پخته میشه. ظرف 1 دقیقه. ظرف 1 دقیقه دور میزنه. ولی میاد اینجا. و این همون حالت نهایی است. نه نهایی که آخر روز نشده.
میایی نشته اینجا فقط پخته شده این قالبا که باز میره بخشی که کریم میزنه. بیننده عزیز طبقی که در تصویر میبینین دستگاه دیگه در حال کار کردن و پرسه داره پیش میره که ما قراره تا ختمی از این که ویفر چطور تولید میشه این به تصویر بکشیم. در قسمت دیگه مدرس پخته شد اینجا میای کریم میخوره. اینجا قسمتی چیه؟ کریم میخوره روی امی اگر ویفر باز کنیم که داخلش کریم داره کریم همینجا میخوره که بعد در این قالبایی که وزنگیری میشه میره بخش یخچال که داخل یخچال سرد میشه. سلام. سلام خوب است سلامته. ما دیگه کریم میزنیم. بله بله. چه رقم میخوری هم از کریم ها یا نه؟ کریم ها نمیخوریم بفیر خواسته باشه آدم دستگاه میتونه برداره. از اینجا میتونه گرم داغ بخوره. آدم دستگاه بله. آدم دستگاه؟ بله. گپ بزن از این ویفر سیر هستی یا نه؟ آه خدا رو شکر. یکسر میخوری یا نه دیگه نه تر زده؟ او تا دیگه نمیتونیم بخوریم. بله. از کار خود لذت میبری؟ آه خدا رو شکر. چی وقت حال اینجا کار میکنی؟ ما تقریبا 8 ماه 9 ماه میشم اینجا. 8 ماه 9 ماه؟ بله. خیلی کار تو سخت کنیه؟ نه خدا رو شکر رزیم از کار خود. خب مدیر صاحب بعد از این به کجا میره؟ بعد از این میره قسمت یخچال. قسمت چی؟ یخچال خواه که اینجا همه قالبای ویفر که از اونجا کریم خورد میای داخل از اینجا سرد میشه داخل همه یخچال. همه یخچال اینو سرد میشه. این قسمت یخچال ها؟ بله بله که اینجا سرد میشه. سرد میشه. بعد از اینکه سرد شد میاد سر دستگاه بوریش. سر دستگاه بورش که اینجا بر اساس همو ویفرایی که با بازار توزیع میشن همو تو بورش داده میشه. بوریش داده میشه میره بسته‌بندی. بله بسته‌بندی. بله. اینجا چی قسمته؟ این قسمت که گفتم قالبای ویفر از یخچال که بیرون میشه می بوریش. بوریش دمی قسمی که شما در تصویر میبینید به می اندازه مشخص اینا بوریش میشه. بوریش که شد از همی نوار میآید طرف بسته‌بندی. بسته‌بندی که دستگاه بسته‌بندی میآید و این هم سیلیفونای همین سیلیفونای و می پوش ویفره. پوش ویفر. بله. اینجا که آمد همین قسمت بسته‌بندی میشه. اینجا هم قسمتی که اینا قطع میشه. اندازه قطع میشه و میآید بسته‌بندی که آخر کارتن میشه. همین تاریخ زنی ماست. بروی پوش ویفر. بروی پوش ویفر همین تاریخی که تولید از چه وقت بوده که امروز فرض مثال و یک سال همی وقت داره. تاریخ تولید انقضا. تاریخ تولید انقضا بله. در اینجاست. بله. و این فکر کنم آخرین مرحله. و این مرحله هست که بسته‌بندی میشه. بعد از این مرحله چسبکاری داریم که اینا کارتونا را که دمو بستای مشخصه مثلا اینا 60 بست داخل اینا بسته‌بندی شد اینجا چسب میشه و این دستگاه چسب. در این قسمت باز هم همی چسب کارتون هم که توسط دستگاه میشه. توسط دستگاه بله. و قسمت چسبکاری میشه بعد میره گودام نهایی. در کل می ویفرها شما اینجا به یک سایز تولید میکنین؟ نه ما چند یکی 10 فروش داریم یک 5 فروش. هم ده اینجا تولید میشه. اینا ویفرهای 5 فروشه و ویفرهای 10 فروش ما قالباش فرق میکنه. بله. هر کدام هم اندازه مشخص خود داره. ممنون. خب بیننده‌های عزیز با ما باشین تا ببینیم قسمت های بعدی از این شرکت. خیلی خوب جناب مدیر ما قسمت ویفر در کل به تصویر کشیدیم درست؟ و این قسمتی که حالا میخوایم بریم به نمایش بگذاریم اینجا چیه؟ این قسمت هم مربوط خط کیک میشه. و این قسمت آکس کیک نو اسمش آکس کیکه. آکس کیکه. خمیر که بالا درست شد از این لولاها میاد داخل همه چیزا همه ظرفکایی که میبینید ظرفکای کلام داخل از اینا میاد و اینجا چلر میگم. این چلر که خمیر یخ میکنه. خمیر که یخ کرد بعد از او این دستگاه دکورزن است. همه نقشای روی کیک است. داخل عزیز همو کریمش درست میشه یا خمیرش درست میشه. بعد از این لولاها میره روی نوار. قبل از این ما روغن میزنیم. روغن این روغن زن است. اینجا روغن مایع میندازیم داخل این ظرف. بعد یه چکه روغن میای روی نوار. روی نوار که آمد بعد از این لولاهای مخصوص خمیر میآید
که یک قسمت هم اینجا خمیر پم میشه از دست از خمیر از چینه. بالا که بود از جایی آه. که خمیر جور کردن میاد. میاد در داخل این ظرفا، از این ظرفا میاد داخل این و اینجا روی نوار خمیر میاد. این خمیر کیک. این خمیر کیک بله. خیلی خوب. و این هم دکوره، همون دکوره که گفتیم، همون نقشقای روی کیک همین هست. دکوریشن کیک. دکوریشن کیک. خیلی. این مرحله خلاص شد، بعد از این شروع میشه موفر یا کی میگه کوره که داخل کوره. ما می قسمت دکوریشن خوب سعی به تصویر بکشیم که بیننده‌های عزیز ببینن که کیک ها چطور جور میشه در کار و چقدر پاک مسائل بهداشت اینجا چقدر مراعات میشه. ما اینجا که است سه استاندارد گرفتیم. استاندارد که بخش ایزو 9001 و حساب و ایزو 22000. این استانداردها که است بیشتر روی کیفیت و روی مسئولیت مواد غذایی تاکید دارد که ما کیفیت بالا در نظر بگیریم و از طرف دیگه مسئولیت، یعنی مسئول ما هم کیفیت بالایی داشته باشه و هم جدا از کیفیت داره مسئولیت یعنی پاکی از لحاظ بهداشت بسیار پاک و ظریف باشه. بله. در کل چقدر پرسنل اینجا دارین شما؟ ما اینجا حدود 50 نفر از برادرها کار میکنه فعلا که است و حدود 30 نفر از خواهرها کار میکنه. یعنی خواهرها هم اینجا کار میکنن؟ خواهرها کار میکنه بله. برای بخش جداگانه بخش جداگانه کاملا جداگانه و با مو رعایت شونات اسلامی نام مصروف کار است. چقدر عالی بیننده‌های عزیز، این شرکت برعلاوه از که بالاخره داره به اجتماع تولیدات داره، زمینه اشتغال و کار هم برای بانوان هم مساعد ساخته که ما اگر شبه به خلاخره از قسمت فعالیت بانوان هم تصویر می داشته باشیم. با ما همراه باشین. این قسمت هم همو فیره یا مو کره که کیک دو پخته میشه، در 3 زون پخته میشه، بعد از اون میره روی نوار دکور که روی نوار دکور میریم از نزدیک میبینیم که وجد اینا با مو اندازهای مشخص کریم میخوره، بعد از اون قطع میشه که باز بره طرف بسته‌بندی و همین گپا. بله. دقیقاً این دستگاه اینه که به قسمت پختی بله. او خمیر که اوجا روی نوار می آمد حالی فعلا پخته شده. خیلی خوب. طبقی که بیننده‌های عزیز قبلا به تصویر دیدین جایی بود که خمیر به داخل دستگاه امو دیکور میشد و منظم و امو تو سلسله مراتب آمده به دستگاه پخت و بعد از اینکه دستگاه پخت بیرون میشه، یعنی حالتی که شما به تصویر میبینید این دقیقاً چی هست؟ این بغل بریش. همین سوختگی بغل خمیر که میاره بریش میکنه که ضایعات گاوی میشه که اونا رو برای گاوداری ها میبره. بله. و یعنی تو آرام دیگه این آرام میره میزی تزیین میره. بله. یک دم امداد به زیر از دستگاه نرم. بیننده عزیز همراه باشین. من قراره که هر گزارشی که تهیه میکنم از اون 0 تا 100 باشه تا یک مفهومی بگیریم که این کیک ها در واقع چطور جور میشه. این دیگه بعد از اینکه پخت میشه و به غلای برش میخوره بعد میای به کدام قسمت؟ بعد قسمت میگه میز تزیین. میز تزیین منظم این میسازه. امروز بالا که آمده بود اینجا به شکل افقی بریش میشه. این به شکل افقی بریش میشه، بعد میره اوجا کریم میخوره که دستگاه کریم زن هم اینجاست. خب بیننده عزیز شما به تصویر ببینین که به این حالت کیک ها با سایز های مختلف برش میخوره و بعدا به قسمتی میره که روی از این کیک ها بعد از اینکه پخته شده قسمتی تزیینه و گفتیم که اینجا فقط همو خامه یا کریمی و در این قسمت طبق که شما به تصویر میبینین در روی هر کیک همو کریمی که مقدار کریمی که ضرورت هسته توسط دستگاه فکر کنم ستاپ شده. درسته؟ باشه. توسط همین دستگاه لایه گذاری میشه اینا. این قسمت لایه گذاری میشه و قسمت لایه گذاری را ما خوب سعی به تصویر بکشیم که یعنی لایه بلای کیک مو کریم داخلی اونه. درسته؟ این لایه گذاری بشه و این رول هم کسی را فشار میده که کمی سفتر شود که باز نشه. به اصطلاح عامیانه بچسبه. بچسبه. بله. بعد از این میآید اینا را به شکل افقی قلم میکنه یا قد برش میکنه. قسمت قلم کردن اینا با مو اندازه هایی که مشخص که 5 فروش یا 10 فروش سه لایه هر چی است توسط دستگاه
یک قسم گوریش میشه میره یخچال میره. یخچال میره کجا یخ شود. بازم بعد از اینکه گورش میشه پروسه ختم میشه قسمتیه که به یخچال میره که قسمت یکی از این نوار یخ شود. داخل یخچال میره کجا یخ شود. اینا یخچاله؟ اینا یخچاله. خیلی خوب. از همین تونل که میبینید داخل میره این یخچاله. یخچال شروع میشه تا اونجا مرحله یخچاله. تا بم پایین مرحله یخچاله درسته؟ بعد بسته‌بندی میره که بسته‌بندی را معمولا خواهرا انجام میده. خیلی خوب میشه که ما گفتیم که این پروسه که ختم میشه تا اینجا میرسه یخ هم میکنه دیگه منظم. همین یخ میکنه داخل همین یخچال یخ میکنه. و او قسمتی بسته‌بندی میشه درسته؟ بسته‌بندی میشه کیک که از داخل یخچال برآمد. همین دکتر لابراتوار یا بخش لابراتوار ما نمونه برمیداره. نمونه برمیداره میبره داخل لابراتوار رطوبت و همو مشخصات فیزیکی و کیمیایی اینا رو چک میکنه. هر پختی که صورت میگیره. هر پختی هر نیم ساعت. خیلی خوب. هر نیم ساعت وقتی که از یخچال بیرون شد نمونه برمیداره میبره داخل لابراتوار و اونجا چک میکنه که کدام محصول ما کدام مشکلی تکنیکی نداشته باشه. خیلی خوب. گفتین اینجا خواهرها در بخش بسته‌بندی بیشتر فعالیت میکنن. کلگی در بخش بسته‌بندی و همون کارهای ساده تر فکر کنم بزنا داده. نه کارایش تقریبا 50-50 یعنی او تو کار نیست که ما بگم این طرف آسانه و طرف سخت یا او طرف سخت ای طرف آسان. اما هر کار هم خوبی خود داره هم دشواری خود داره معمولا. بله. بعد از اینکه اینا بررس داده میشه و از یخچال خلاص میشه و میاد به این قسمت میرسه اینجا چیکار میکنه صاحب؟ یک قسمت اینا را از اونجا که منظم میکنه دمی قطارهای منظم اینجا این دستگاه که است استاد میشه که تا کدام کیک پس و پیش نیاید. یعنی این دستگاه منظم میسازه. بعد از اینکه منظم ساخت میره روی این نوار. این نوار تصویر بکشم. این نوار چهار قسمت تقسیم میشه. چون 4 دستگاه بسته‌بندی داریم و اینا توسط سنسورها خود به خود کنترلیه. اینا هر کدام مثلا یکیش اینجا دستگاه خود به خود اتومات پایین میآید. یک دهی بسته‌بندی میره باز یک ده بسته‌بندی بعدی یک بعدی و دیگر هم بعدیش. بعد از قسمت به کجا میرسه؟ از قسمت میره خود دستگاهی که تلفن میخوره آدم تلفن داخل پاکت میشه. داخل پاکت میشه. مثل بیفر. خب اینجا که به شکل افقی میآید توسط این دستگاه به شکل عمودی میشه که بره برای داخل چی همین تلفن ها. بله. همه چیز دیگه تو ستاپ شده منظم. بله. هیچ اشتباه نمیشه در کار درست؟ خب ماشین دیگه گاهی وقت اشتباه میکنه دیگه. بله. و ما به قسمتی رسیدیم که پروسه همون پوش کردنی کیک‌ها صورت میگیره و همچنان روی کیک‌ها اینجا هم فکر کنم هم تاریخ انقضا و تاریخ تولیدی و درسته؟ خب بیننده‌های عزیز طبقی که ما به تصویر میبینیم همین اکنون دختر خانم‌های عزیز ما اینا هم مصروف کار هستند در داخل از شرکت و بخش بسته‌بندی را به عهده دارند و تعدادی از دختر خانم‌ها در اینجا مصروفند با حجاب اسلامی که رعایت میکنند. ما اگر شب همراه سرتیمی از اینا یک صحبتی داشته باشم همینا هم درسته؟ همشیره گل سلام وقت شما بخیر. سلام وقت شما بخیر. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر سلامت باشه. من چقدر خوشحالم که در افغانستان دختر خانم های نازنینی مثل شما دارن اینجا فعالیت میکنن و روزی حلال به دست میارن. خسته خون خوب شما نیه در کار؟ نه خدا رو شکر خوب هستی. چقدر دختر خانم اینجا زیر دست شما کار میکنن؟ یگان 50 نفر هستن. 50 نفر؟ همه از کار لذت میبرن؟ بله همه راضی هستن از کار. دوستانه پیش میرن یا نه؟
نفهمیدم. منظور من اینه که اینا در کل همه 50 نفری که اینجا کار میکنن همه دیگر را با حالت دوستانه پیش میرن؟ بله بله. بله. از یک جا هستین؟ همه شما؟ اشتراک شما فقط سرپرستی از کار دختر خانم را میکنید؟ بله همین سرپرستی هستم دیگه. هر مشکل داشته باشه دم گپ میزنه دیگه. در وقت نماز وقت نان خوردن دیگه اینا همراهش همکاری میکنه. چطوره شما با آمدن و رفتن و کار کردن در اینجا با مشکل خبر نمیخورید؟ نه خدا رو شکر تا امروز مشکل بر نخورده. عمله دارین؟ ترانسپورت دارین؟ بله. شما رو میبرن؟ موفق و میت باشید. سلامت باشین. بیننده عزیز ادامه داره برنامه. خب بیننده عزیز، طبقی که تمام فعالیت های شرکت دیدین با تمام کارهایی که انجام میدن بالاخره قسمت گدام دارن که تکمیل میشه، بسته‌بندی میشه، در کارتن ها جابجا میشه و اینا به گدام جابجا میشه تا اینکه باز به بازار عرضه کنن. طبقی که شما در تصویر میبینید. مدیر صاحب درست میگم نه؟ بله. فقط تحلیل میکنم که یک جریان شاید باشه. همین آخرین مرحله همین مرحله است که مرحله گدام نهایی است و اینجا محصولات ما گدام میشه. بعد اما مدیر گدام ما اینجا موجودی میکنه و نظر به سفارش مشتری هرچند تعداد کارتن کار داشته باشه، مثلا ویفر کار داشته باشه، بیسکویت کار داشته باشه یا کیک کار داشته باشه که اینا با طعمای مختلف و با اما مشخصات مختلف است و در مشتری عرضه میکنه. بیننده های عزیز، در قسمت پایانی برنامه قرار داریم و طبقی که در کل گزارش دادیم و معلومات گرفتم، در کل اینجا روزانه روزی 25 تا 30 هزار کارتن کیک بیسکویت و همچنان بیفر تولید میشه و بازار عرضه میشه. همچنان زمینه کار برای جوانان و نوجوانان و دختر خانم ها مساعده و همه مصروفن. اکنون در داخل دفتر مرکزی قرار دارم و در روبروی ما محصولاتی که اینا تولید میکنن طبق شما با تصویر میبینین برای کسایی که در اینجا میاین به خاطر از اینکه اون محصولات خود به نمایش بگذارن در اینجا هست. امیدوارم گزارش خوبی بوده باشه و با آگاهی ما و شما هم مفید تمام شده باشه. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی شما رو به خداوند رحیم و کریم میسپارم.